بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان همیشگی سایت آنتن. در خدمت شما هستیم با پخش زنده دیدار دو تیم داماش گیلان و بعثت کرمانشاه از هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور جام آزادگان، دیداری که در ورزشگاه شهید عضدی شهر رشت دقایق قبل با سوت مهدی اجاقی داور این دیدار آغاز شد. ترکیب دو تیم رو خدمت شما عرض کنم که در تیم داماش گیلان سعید ابراهیم پور درون دروازه ایستاده، محمد امینی، کنعان طاهر نژاد، سید علیرضا ابراهیمی، محمد شریفی، مهرداد بایرامی، محمد مهدی مهدی خانی، محمد سجاد قلی بیگی، علی خدایی، سعید حسین پور و سامان مهرابی زاده. 11 بازیکنی هستند که سرمربی این تیم حمید درخشان به زمین مسابقه فرستاده و مدیر تیم هم شهرام حمیدی است، در کنارش مدیر رسانه هم سجاد حقدادی. اما در تیم مقابل علی محسن زاده درون دروازه هست، محمد جواد جلالی، عارف سیفی، مجتبی ممشلی، محمد بیرانوند، سجاد سیاه کمری، میرهادی میرجوان، مهدی شجاع، حسین ابراهیمی، حامد عسکری و بلال میرزا علی. 3-4 بازیکنی که سال قبل هم در داماش بودن امروز در تیم بعثت کرمانشاه حضور دارن به سرمربیگری علی نظر محمدی، سرمربی سابق تیم داماش گیلان که قبل از شروع بازی هم به سمت تماشاگر رفت و تشویق همیشگی تماشاگرها رو داشتیم که به سرمربی سابق خودشون احترام گذاشتن و بار دیگه فرهنگ خوب تماشاگرای گیلانی و رشتی رو دیدیم در این دیدار. آقای کیومرث لرستانی هم مدیر تیم بعثت کرمانشاه است. اما عرض کردم خدمت شما داور وسط این دیدار آقای مهدی اجاقی است، کمک داور اول این دیدار هم میلاد قاسمی است و کمک دوم هم سعید محمدی. داور چهارم هم آقای امیر معصومی فر هست. ناظر داوری این دیدار آقای مختار مهدوی است و ناظر این بازی هم آقای حسین رازفشا. توپ در اختیار بازیکن تیم داماش هست. ببینید از توپ چگونه استفاده میکنن. توپی که میزنه محمد مهدی مهدی خانی و توپ به بیرون رفت. این چهره مهدی خانی ضربه خوبی رو زد و واکنش تیفوسی های داماش را به همراه داشت. این هواداره متعصب تیم داماشه که در تصویر میبینید. در شماره 17 علی خدایی از تیم داماش، یه لحظه تصویرش رو دیدید. آغاز کننده بازی علی محسن زاده خواهد بود از تیم بعثت کرمانشاه. داور میخواد که زودتر شروع کنه. البته یا بازیکن هم روی زمین افتاده. ببینیم صحنه قبلی رو. توپی که اینجا داماشیا زدن و توپ به بیرون رفت. آبی می نوشه مهرداد بایرامی. به وضعیت بازیکن داماش باید رسیدگی بشه. محمد مهدی مهدی خانی، این هم علی خدایی. گل هم میشه محمد شریفی و بازی ادامه خواهد داد. داور میره تا صحبتی کنه با دروازه‌بان تیم بعثت کرمانشاه. ازش میخواد که اتلاف وقت نکنه. در همین ابتدای کار تذکر لازم رو میده به دروازه‌بان. حالا میخواد وارد بازی میشه محمد شریفی. 5 دقیقه از این دیدار گذشته. 0-0 مساوی است. علی نظر محمدی با دستیاره فصل پیشش در تیم بعثت کرمانشاه
حضور داره. در این سمت هم حمید درخشان سرمربی که امسال به تیم داماش اومده و خواهد کمک کنه به این تیم تا این تیم رو به رقابت‌های لیگ برتر بیاره. بازیکنایی که جذب کرده یک بار دیگه از سمت راست توپ رو در اختیار داره محمد سجاد قلیبگی که توپ به بیرون میره. البته نتونست به توپ برسه. پرتاب رو انجام میدن بازیکن تیم بهزاد کرمانشاه. توپ در میانه میدان. یک بار دیگه محمد جواد جلالی یک بار دیگه در میانه میدان. داماشی ها توپ رو برمیگردونن. باز هم یه ضربه سر که توپ رو حالا داماشی ها در خط دفاعی خودشون در اختیار دارن. دوباره داماشی ها در زمین خودشون صاحب توپ میشن. توپ رو میارن به زمین تیم بهزاد کرمانشاه. صدای شعار هواداره تیم داماشا هم میشنوید در ورزشگاه که تیم خودشون رو تشویق میکنن. عارف سیفی میره تا پرتاب رو انجام بده. سنگ هایی که میبینید در کنار زمین هست قرار این سکوهای رو درست کنن. فرصت و توپی به بیرون میره. این هم حمید درخشان سرمربی نامآشنای تیم داماش گیلان. ضربه‌ای که به بیرون رفت و بی اثر بود. توپ رو میزنه دروازه‌بان به میانه میدان. باز هم سرخپوشان بهزاد. آفساید هست و بله به داور به درستی هم اعلام آفساید میکنه. کارت داور دوم این دیدار
یک بار دیگه بازیکن تیم داماش صاحب توپ هستن، توپ رو کمی برمیگردونن. هوادارهای تیم داماش هم یک صدا تیم رو تشویق میکنن. فرصت هست برای بازیکن داماش و توپی که به بیرون رفت. این هم چهره مالک باشگاه داماش آقای نعیمی پور که در ورزشگاه حضور دارن و به همراه دیگر عزیزان آقای دهنادی و دیگر دوستان دارن بازی رو از نزدیک میبینن. رو همه صحنه هم حسرت میخوره های نعیمی. به هر حال هر جور که هست تیم داماش رو تا اینجای کار رسونده و با تمام مشکلاتی که در این فصل و فصل قبل بود حالا تونستن 10% قرارداد بازیکن رو پرداخت کنن و بازیکن ها با فراغ بال در مسابقات این فصل شرکت کردن. محمد سجاد قلیبگی، این هم علی نظر محمدی، دقیقه 15 بازی است و بالاخره از جاش بلند میشه علی نظر محمدی به احترام هوادار داماش. روی نیمکت بود و از دستیارش خواست که در کنار زمین باشه، اما حالا بلند میشه و کنار زمین میاد. فوتبال حرفه‌ای است و در این سمت هم حمید درخشان رو دیدی. علی نظرمادی خاطرات خوبی رو باش دارن هوادارهای تیم داماش. به هر حال هر وقت به مشکل خوردن علی نظرمادی اومده و یه جورایی ناجی تیم شده. این هم ورود آمبولانس که این روزها سوژه اول فوتبال کشورمون هست. در دقیقه 16 بازی میبینیم که وارد ورزشگاه میشه و میاد در جایگاه خودش مستقر میشه. نمیدونم چطور بدون حضور آمبولانس بازی رو شروع کرده بودن. یه آمبولانس بود اینجا در گوشه سمت چپ زمین. حالا آمبولانس دوم که مجهزتر هست. یک بار دیگه فرصت برای بازیکن تیم بهزت کرمانشاه و باز هم سعید ابراهیم پور توپ رو از کنار دروازه خودش به بیرون زد. توپ خوبی بود که بازیکن بهزت زدن و به خوبی هرچی تمامتر این ابراهیم پور بود که توپ رو راهی بیرون کرد. ببینید اینجا توپ اومد و چقدر خوب گرفت. اگه کمی عقب‌تر بود قطعا دروازه داماش باز میشد. حالا از کورنر رو خواهند زد. حسین ابراهیمی این کار رو انجام خواهد داد. میبینیم محوطه جریمه چه خبره. حسین دورخیز میکنه، توپشو حالا میزنه داخل محوطه جریمه. برگشت توپ از مدافعین تیم داماش. آقای درخشان میگه جلو بیان. توپ اگه برسه بازیکن تیم بهزت آفساید خواهد بود، اما با یک دست توپ رو در اختیار میگیره سعید ابراهیم پور. به راست میاره علی خدایی. میانه زمین نمیتونن مانع حرکت سعید حسین پور بشن. حالا دوباره به سمت راست ضربه سر از سامان مهرابی زاده و توپی که رسید به این چهره علی محسن زاده. بازی رو بلافاصله بازیکن تیم بهزت آغاز میکنن.
از سمت راست دوباره در میان میدان بازیکنان تیم داماش باز هم بازیکنان تیم بعثت خطا میشه. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش داخل محوطه جریمه فرصت هست، پنالتی نگرفت داور دیگه نخواست بگیره. صحبت میکنه آقای درخشان با آقای امیر معصومی فر، داور چهارم این دیدار و صحنه‌ای که داور اعلام نکرد. باید صحنه آیسته رو ببینیم و بخوایم از همکارامون که صحنه آیسته رو نشون بدن ببینیم چه اتفاقی رخ داد. حالا این هم بازیکن تیم داماش دوباره صاحب توپ هستن و باز هم اعلام خطا برای داماش. حالا وقت از اون صحنه رو ببینیم، توپی که اینجا رسید، بله از پشت زد بازیکن تیم داماش رو و باز هم باید کارشناسان داوری نظر بدن روی این صحنه. یه خود تصویر هم بیشتر زوم بشه ما بهتر خواهیم دید که چه اتفاق رخ داد. ببینیم این صحنه رو یک بار دیگه تا وقت هست. ببینید توپی که اینجا از پشت پای بازیکن داماش یه خطا ایجاد شد، اما باز هم میگم نظر داور هست که مهمه و خطایی که اعلام نشد. باز هم وقت بشه اون صحنه رو همکارمون نشون خواهند داد. یک بار دیگه از سمت راست بازیکن تیم داماش صاحب توپ میفرسته توپ رو مهرداد بایرامی، اما توپش نرسید. یک بار دیگه ببین این صحنه رو. حالا میگم باز هم کارشناسان داوری باید نظر بدن روی این صحنه ها. یه بار دیگه اگه میشه حرکت آهسته تر ببینیم. موقعیت هست برای تیم داماش گیلان از سمت چپ. ببینیم چه کار میکنه از این توپ، دروازه خالی. چه توپی رو گل نکردن بازیکن تیم داماش و مهرداد بایرامی. مهرداد چه توپی رو گل نکردی. علی نظر محمدی رو یکی باید داشته باشه. صحنه رو ببینیم. این توپی که اومد بایرامی و توپی که نتونست وارد دروازه کنه. این هم هوادارهای تیم داماش که تیم خودشون رو تشویق میکنن. یک بار دیگه اون صحنه مشکوک به پنالتی رو ببینید. اینجا یه جورایی زد پای بازیکن داماش رو و حالا میگم باید کارشناسان داوری روش نظر بدن تا
بریم چه اتفاقی رخ داده. بازیکن تیم بهزاد کرمانشاه توپ را خواهند فرستاد. یه لحظه بلال میرزا علی میاد در بغل علی نظر محمدی، آبی هم مینوشه و نکاتی را علی بهش میگه و میره بازی ادامه میده. بلال فصل پیش در تیم داماش بد نبود، خیلی خوب کار کرد و در کل بازیکن خوبی در تیم داماش حضور داشتن سال گذشته و به هر حال اجازه نداره که این تیم سقوط کنه به رقابت‌های پایین‌تر. حالا پرتاب رو انجام میدن بازیکن تیم بعثت و توپی که به بیرون رفت. در هفته گذشته بعثت کرمانشاه 3-0 نفت و گاز گچساران رو برد، اما داماش در شهر بابک 2-0 بازی رو به مثل شهر بابک واگذار کرد. در هفته اول هم داماش در همین ورزشگاه با نیروی زمینی رقابت خوبی رو انجام داد که 0-0 بازیشون مساوی شد و تیم بعثت کرمانشاه هم 2-1 بازی خودش رو به شهر راز واگذار کرد. بعثت در خونه خوب نتیجه گرفته و یه بازی بیرون خونه رو واگذار کردن، یه گل رو زدن به تیم شیرازی و میشه گفت خوب کار کردن در اون دیدار. بیست و ششمین دقیقه از این دار 0-0 مساوی. توپ رو پرتاب میکنه بازیکن تیم بعثت، فرصت هست برای بعثتی ها. یه سیو خوب از سعید ابراهیم پور و دفاع جانانه از مدافعین تیم داماش توپ رو برگشت میدن. یک بار دیگه توپ رو میزنه محمد سجاد قلیبگی و ادامه خطا این بازیکن روش گرفته میشه. داور میخواد از سعید ابراهیم پور که از کمی عقب‌تر بازی رو آغاز کنه. این هم آیه دهنادی و مالک باشگاه آیه نعیمی پور که در تصویر دیدید.
سعید ابراهیم پور میاد در کنار زمین صحبت میکنه مربی دروازه‌بان تیمش. ضربه کورنر رو حالا باید بزنن داماشی ها بر روی دروازه تیم بعثت کرمانشاه. توپی که حالا فرستاده میشه، یه ضربه سر و توپی که در اختیار میگیره علی محسن زاده. توپ کنعان طاهر نژاد رو گرفت. باز هم یک بار دیگه دروازه‌بان تیم بعثت بازی رو آغاز میکنه. این سمت دوباره داماشی ها. باز هم در خط دفاعی خودشون دوباره داماشی ها در خط دفاعی خودشون صاحب توپ. بار دیگه داماشی ها از سمت راست، فرصت هست برای بازیکن تیم داماش. اعلام آفساید میشه یا خطا که بازیکن تیم داماش میرن با داور صحبتی بکنن. یک بار دیگه در میانه میدان دوباره داماشی ها صاحب توپ میشن. حالا فرصت برای بازیکن تیم داماش، به سمت چپ میبرن توپ رو به عقب. یه لحظه دچار نقص فنی هم میشن حالا دوربین های ما. صفحه برق رو داریم در ورزشگاه و یه لحظه کلن برقای ما رفت و دوباره اومد. حالا چون پروژکتورها روشن شد یه خورده دچار صفحه برق هم شد اینجا و 32مین دقیقه از این دار 0-0 مساوی. یک بار دیگه بازیکن تیم بعثت کرمانشاه بله یه برق دوربین ما هست فعلا، نمیدونم چرا یهو ضعف برق پیدا کرد اینجا. به معنی که پروژکتور روشن شد، فرصت هست برای گزینه تیم داماش. توپی که زده میشه و برگشت پیدا میکنه. یک بار دیگه موقعیت هست برای بازیکن تیم داماش داخل محوطه جریمه. از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد؟ توپی که باز هم برمیگردونن مدافعین تیم
بعثت کرمانشاه از نهاد هوادارای تیم داماش بلند میشه. نیمکت هم آرام و قرار نداره. علی نظر محمدی میاد و تشویق خاص خودش رو انجام میده با میرهادی میرجوان. وارد 35 جمین دقیقه از این دیدار شدیم. اعلام آفساید میشه. بازیکن تیم بعثت تو آفساید بودن. حالا بازیکنان میان در کنار زمین تا استراحتی رو انجام بدن. سی و 35 دقیقه شده و دو تیم دارن یه استراحتی میکنن. خود از صحنه‌های آهسته بازی رو دیدیم در دقایق قبل. باید تشکرم بکنیم از هیئت فوتبال استان گیلان که زحمات زیادی را امروز کشیدن تا این بازی در این ورزشگاه برگزار بشه. به هر حال زمین داره کم کم آماده میشه تا بازی‌های تیم داماش رو در این ورزشگاه داشته باشیم با وضعیت بهتر. حالا پیمانکاری که اومده و داره چمن ورزشگاه رو درست میکنه. یک بار دیگه در موقعیت دیگر بازیکن تیم داماش یک بار دیگه بازیکن تیم بعثت کرمانشاه. یه فرقی که این ورزشگاه داره با ورزشگاه دیگه اینه که 3 تا آمبولانس ما تو این ورزشگاه داریم، 3 تا پزشکیار و 2 تا آمبولانس که مجهز هست به دستگاه CPR که اگر خدای نکرده اتفاقی رخ بده آره میتونن همینجا دوستان عملیات احیا رو انجام بدن و مثل ورزشگاه اصفهان و جای دیگه نیست خدا رو شکر. و یه تشکر بکنه از آقای الماسخاله رئیس هیئت فوتبال استان گیلان که بله میبینید در تصویر 2 آمبولانس اینجاست، یه آمبولانس هم ورودی ورزشگاه گذاشتن که انشالله برای هوادارا که مشکل پیش نیاد، ولی خب احتمالات رو اینجا هم دارن، هم به ورزشکارا رسیدگی میشه و هم به تماشاگرها که امیدواریم که حادثه‌ای پیش نیاد، اما این پیش بینی ها لازمه که انجام بشه. یه بازیکن از تیم داماش روی زمین افتاده و باید به وضعیتش رسیدگی بشه. این برق اینجا هم درست بشه ما مشکلمون حل میشه. این قطعه بستی که میبینید از نوسان برقی هست که ما تو ورزشگاه داریم. واقعا تیم پخشنده ما هم داره اذیت میکنه این کار، اما منتظریم تا درست بشه.
به واسطه این بازیکن رسیدگی خواهد شد. این هم حمید درخشان که در کنار زمین حضور داره. داور میخواد که برانکات بیاد در کنار زمین تا محمد امینی رو به بیرون از زمین منتقل کنن. این هم هواداره خونگرم تیم داماش در جایگاه تیفوسیا. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش گیلان کرمانشاهی یا توپ رو در دست میگیرن اما توپ به بیرون میره. چهل دقیقه از این بازی رو پشت سر گذاشتیم. 0-0 مساوی. دوباره توپ را در اختیار دارن بازیکن تیم بعثت کرمانشاه. یه لحظه توپ رو میگیرن حالا داماشی ها. فرصت هست برای بازیکن تیم داماش از سمت راست و توپی که بیرون میاد. دوباره بلافاصله پرتاب رو میخوان انجام بدن بازیکن تیم داماش. علی خدایی دوباره سمت راست. علی نظر محمدی باز هم میاد کنار زمین. واقعا باید تقدیر بشه از این مربی که سال گذشته با دست خالی تونست تیم داماش رو سهمیه‌اش رو حفظ کنه در رقابت‌های لیگ یک. یک بار دیگه بازیکنان تیم داماش و در میانه راه توپ رو برمیگردونن سرخپوشان تیم بعثت. باز هم صاحب توپ هستن. حالا برگشت توپ خطا، اعلام خطا میشه و اعتراض هوادارهای تیم داماش گیلان. داماش یه چیزی که همیشه داشته و داره همین هواداره خونگرمشه و حضور این هواداراست که به این تیم کمک کرده. سال گذشته میگم وضعیت بحرانی داشت داماش با اون مشکلات عدیده مالکیتی که براش پیش آوردن، اما باز هم این هواداره تیم داماش بودن که پشت تیم موندن، اونقدر تشویق کردن بازی‌های خانگی و چه بازی‌های بیرون از خانه که این تیم بالاخره موند در رقابت‌های لیگ یک. آخرین بازی فصلشون رو هیچ وقت هواداره خونگرم داماش از یاد نخواهند برد تو همین ورزشگاه که چطور امتیاز گرفتن و تیم موند در رقابت لیگ یک و تیم بابل سقوط کرد. کمک هوادارا، کادر فنی، مدیریت باشگاه، همه دیگه دست به دست هم دادن. من میگم این حمیته باید از الان باشه برای تیم داماش. اگه میخوان تیم رو به لیگ یک برتر بیارن از لیگ یک، باید از الان کمک کنن، همه با هم دست به دست هم بدن. هیچ نکته هم بگم که همکارمون آقای ارسطو عزتیان از خبرنگاری خوب ما اشاره کردن که هیچ کدوم بچه‌ای که پارسال واسه تیم از جون ماه گذاشتن امسال در تیم جایگاهی ندارن و این زیاد هم خوب نیست. به هر حال کسایی که برای تیم شهرشون زحمت کشیدن اما خب امسال نتونستن در تیم داماش باشن و فرصت نشد. حالا امیدواریم که در نیم فصل دوم بازم بازیکنایی که به درد تیم میخورن بتونن به این تیم اضافه بشن و همه کمک کنن تا این تیم بتونه به رقابت لیگ برتر بیاد.
یک بار دیگه دورخیز بازیکن تیم داماش، توپی که فرستاده میشه داخل محوطه جریمه، یه بازیکن روی زمین افتاد اما خطایی نبود. وارد 45 دومین دقیقه از این دیدار میشیم. باز هم برگشت توپ، حالا دوباره بازیکن تیم بعثت کرمانشاه و توپی که در اختیار میگیره سعید ابراهیم پور. یه تشکرم بکنم از همکارمون برای بخش زنده این دیدار که زحمت زیادی رو کشیدن با همه موانعی که امروز وجود داشت. همکارمون اومدن تا این بازی رو پخش کنن. امیدواریم که دیگه از این موانع ها نباشه برای پخش زنده و همکاران رسانه‌ای ما. 3 دقیقه هم وقت تلف شده برای نیمه اول این دار در نظر گرفته شده. بازیکن تیم بعثت کرمانشاه داخل محوطه جریمه که باز هم برمیگردونن مدافعین تیم داماش. حالا از این سمت سنج حمله برای داماشی‌ها، ببینید از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد. توپی که فرستاده میشه داخل محوطه جریمه و اعلام آفساید. قبل از اینکه توپ برسه به مهرداد بایرامی اعلام آفساید شده بود. داور اعلام آفساید کرده. هواداری تیم داماش از تیمشون گل میخوان. صحنه رو ببینید، پاسی که فرستاده شد و آفسایدی که اعلام شد. نه یک بار دیگه حالا باز هم فرصت هست برای بازیکن تیم داماش. دوباره موقعیت خوب و توپی که این بار سامان مهرابی زاده به بیرون زد. صحنه‌ای که آفساید شد و ما یک بار دیگه ببینیم با حرکت آهسته دوستان عزیز نشون بدن. توپی که اینجا فرستاده میشه چی رو آفساید گرفت. اینا دیگه نیاز نیست کارشناسا داوری نظر بدن، خودم نظر میدم و میگم که نمیتونست آفساید باشه. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش از سمت راست، خطا هست روی بازیکن تیم داماش یا نه که بلند میشه بایرامی و حالا اعلام خطا و حرکاتی که نباید تو ورزشگاه انجام ده. خود بایرامی کارت زرد میگیره. جالبه که یه کارت زرد هم حالا این سم به محمد جواد جلایی میدن. در حال این توپ بازیکن تیم داماش که اومد و خطایی که اعلام شد و به هر حال مشکلاتی که بعد اون داشتیم. یه به هر حال بازیکنی که خطا کرده بود خودش هم یه حرکتی رو انجام داد که صحیح نبود. چند دقیقه قبل رو ببینیم که چه اتفاق رخ داد. البته داور داره میاد به میانه میدان. داور
میاد در وسط زمین صحبت میکنه بازم با محمد جواد جلالی و میره تا بازی رو شروع کنه. خطایی که انجام شد رو ببینید. اینجا توپ رو میخواستم بگیرم، بازیکن داماش امکانش وجود نداشت. خطایی که انجام شد و بعد اون برخوردی که شد. حالا چرا به جلالی کارت زرد داد ببینیم. اشتباه داد کارت زرد و جلالی در متن حرکت نبود، یار شماره 6 بود که محمد بیرانوند بود، اما داور اونجا یک کارت زرد داد. یک کارت زرد هم حالا میده به سید علیزا ابراهیمی، یار شماره 5 تیم داماش. نیمه اول به پایان رسیده و ما هم استراحت کوتاه خواهیم کرد و با آغاز نیمه دوم در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
وقت بخیر دارم خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان همیشگی سایت آنتن. در خدمت شما هستیم با پخش زنده نیمه دوم دیدار دو تیم داماش گیلان و بعثت کرمانشاه از هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه کشور، زنده و مستقیم از ورزشگاه شهید عزودی شهررشت. در خدمت شما بینندگان عزیز سایت آنتن هستیم. در همین ابتدای کار خطایی اعلام میشه روی بازیکن‌های تیم داماش. حمید درخشان رو می‌بینید در تصویر، سرمربی تیم داماش گیلان. داوری این دیدار بر عهده مهدی اجاقی است. کمک داور اول این دیدار میلاد قاسمی، کمک دومشون سعید محمدی و داور چهارم هم امیر معصومی فر هست. این هم چهره علی رضا محمدی، سرمربی تیم بعثت کرمانشاه که در نیمه دوم رنگ لباسهای خودش هم تغییر داده. ناظر داوری این دیدار این چهره آقای مختار مهدوی است که در تصاویر میبینید و ناظر این بازی هم جناب آقای حسین رازافشا است. صحبت میکنن با مربی تیم داماش. بازیکن مصدوم بیرون میاد و کنعان طاهر نژاده که بیرون اومده و این هم هواداره خونگرم تیم داماش که در تصویر میبینید. پرتاب رو انجام خواهند داد بازیکن تیم بعثت. فرصت هست برای بازیکن تیم کرمانشاه، کمی عقب‌تر برگشت توپ، حالا ضد حمله برای تیم داماش. یه لحظه توپ رو پای بازیکن داماش جفت جور نشد، رو به عقب و توپی که برگشت پیدا میکنه. بازم از این سمت توپی که حالا فرستاده میشه به زمین تیم بعثت کرمانشاه. میانه میدان داماشیا صاحب توپ، به راست میبرن توپ رو از همون گوشه زمین. توپی که حالا میاد در گوشه زمین و اعلام خطا میشه. ضربه خطا رو داماشی ها خواهند زد. حالا داور دستور خودش میدمه. محمد امینی توپ فرستاد روی دروازه که در اختیار گرفت دروازه‌بان تیم بعثت کرمانشاه. دوباره در میانه میدان صاحب
توپ هستن رو به عقب. دوباره در میانه میدان بازیکن تیم کرمانشاه، برگشت توپ، حالا موقعیت خوب برای داماشی ها. بایرامی به دنبال توپ هست، خود بایرامی توپ رو میفرسته و باز هم برگشت توپ. دوباره موقعیت برای داماش از سمت راست زمین خودشون میخوان سانتری انجام بدن که موفق نیستن و بازیکن تیم بعثت کرمانشاه و میلاد سوریه که توپ رو برمیگردونه. حالا یک بار دیگه موقعیت هست برای بعثت، قبلش خطایی انجام شده، داور اعتقاد به خطا داشته. سعید ابراهیم پور به خوبی این توپ رو مهار میکنه و بازیکن داماش هم که میره روی زمین افتاده و تشویق هوادارا که سعید ابراهیم پور رو تشویق میکنن. علی خسروی رو در جایگاه میبینید، عضو کمیته داوران فدراسیون فوتبال، و از اونور هم آقای نعیمی پور مالک باشگاه داماش در تصویر مشاهده کردید. به هر حال بازی اونقدر حساس هست که دوستان بخوام بیان نزدیک ببینن. صحنه آیسته اون قطار رو با هم ببینیم. اینجا توپ رو بازیکن تیم داماش با ضربه سر زدن و یه برخوردی داشت با بازیکن تیم بعثت کرمانشاه و توپی که اینجا اومد بد نیست. همکارم اینو ببینیم که چطور توپ رو مهار کرد. قطعا اگه وارد دروازه میشد گل بود و چون قبلش خطای اعلام نشده بود الان داماش 1-0 عقب میافتاد. باریکلا به سعید ابراهیم پور، دروازه‌بان خوب این تیم. علی نظر محمدی در کنار زمین صحبت میکنه با آقای رازفشاه و کاپیتان تیم بعثت سجاد سیاه کمری صحبت میکنه، میگه داور سوت نزده. این هم تیفوسی های داماش منظم و با عشق تیم خودشون رو تشویق میکنن، با انرژی خاصی هم این کار رو انجام میدن. استان گیلان استانیه که به هوادارهای خودش مینازه. تیم داماش، سپیدرود، ملوان، چوکار و شهرداری آستارا تیم‌هایی هستن پرطرفدار در کل کشور. در مورد شهرداری آستارا بگم خدمت شما که کلاً با 11 بازیکن رفتن برای بندرعباس و اصلا وضعیت خوبی رو ندارن. لیست تیم رو که دیدم 11 بازیکن هستن بدون سرمربی. البته یاشین سزاوار اسمش رو تو لیست زدن، مدیر رسانه تیم که سرمربی تیم هست. محمد جواد عباسی هم تیم شهرداری آستارا از ناحیه گونه دچار شکستگی شده، اجازه بازی نداره. 11 بازیکن تو زمین هستن، یه نفر ذخیره و 12 بازیکن که یه نفرشون الان مصدوم شده. یعنی همون 11 بازیکنی که رفتن باید بازی کنن که اصلا خوب نیست برای تیمی مثل شهرداری آستارا.
این تصویر رو ببینید، گونه شکست شده محمد جواد عباسیه در تیم شهرداری آستارا که همکارم تصویر رو نشون دادن. ممنونیم از دوستان که این تصویر رو گرفتن و با نشون دادن. محمد جواد عباسی تنها ذخیره تیم آستاراست که این گونه مصدوم شده و نمیتونه بازی کنه و خیلی جالبه. چی میکشیم تو فوتبال استان گیلان، واقعا نمیدونیم باید بخندیم یا گریه کنیم به حال روز فوتبالمون تو استان گیلان. چه وضع تیم داریه نمیدونم، دوستان خودشون میدونن. خب حالا توپ رو میفرستن داخل ماده جریمه. کمک مالی که به تیم هامون نمیشه، به هیچ عنوان هم کسی حمایت نمیکنه. یه مالک هم که میاد اونقدر اذیت میشه که دیگه نمیخواد تیم داری کنه. حالا فرقی هم نمیکنه در تیم داماش باشه یا شهرداری آستارا باشه، به هر حال تیم‌های استانمون هستن و این هم وضعیت تیم هامون در رقابت‌های لیگ 1. حالا به نظر من دوستان باید کمی بیشتر به فکر این تیم ها باشن. داور مهدی پرتاب رو حالا انجام خواهند داد. کماکان توپ رو پرتاب نمی کنن، منتظریم تا داور در صد خودش بدم و این بازی آغاز بشه. مشکلی هم نیست اون سمت، هوادار هم نیست که بگیم شاید به خاطر هوادار بازی رو نگه داشته. اونقدر هواداره ما فهیم هستن که میدونن چطور برخورد کنن. حالا پرتاب رو انجام میدن بازیکن تیم بعثت کرمانشاه. اینا هم بدون تعارف بگم که بازیکن هواداره تیم داماش ترک میکنن تیم خودشون رو و به تیم حریف کاری ندارن، تیم خودشون رو تشویق میکنن. فقط تنها کاری که انجام میدن وقتی تیم مقابل داره حمله کنه خود سر صداشون زیاده و تمرکز تیم حریف رو به هم میدن که به هر حال این هم یه شگردی هست برای میزبانی.
حالا از این سمت باید پرتاب رو انجام بدن بازیکن تیم داماش گیلان. کنعان طاهر نژاد چهری که میبینید میاد تا این پرتاب رو انجام بده. پرتابای خوبی رو انجام میده کنعان. این کنعان طاهر نژاد هست، پرتابی که انجام میده داخل مادی جریمه، فرصت هست برای داماش و توپی که باز هم برگشت دادش میده، قبلش هم توپ کورنر رفته. تعویض در تیم داماش، تعویضی که داره انجام میشه در تیم بهزاد کرمانشاه، تعویض داره انجام میشه. داماش تعویض خودش رو نگه داشته. مهدی ایزدی به زمین مسابقه میده، علی نظامی تا کجا رفته و مهدی داغر داور چهارم علی نظام محمدی رو به کنار میکشه و میگه از جایگاه خودشون تعویض انجام نمیشه. این تعویض هم دست نگه داشتن. حالا توپ رو پرتاب میکنن بازیکن تیم داماش و یه لحظه سر میخوره سعید حسینپور رو، توپ به بیرون میره. حالا دوباره میان تا تعویضا رو انجام بدن. این بار مهدی داغر میره تو زمین و سجاد سیاه کمری میاد بیرون. مهدی ایزدی هم وارد بازی میشه، کمک با دست خودش نشون میده که کدوم بازیکن بیاد. بلال میرزا علی بیرون میاد. بازی رو دروازه‌بان تیم بهزاد آغاز میکنه در میانه میدان. باز هم توپ به راست رفته. یک بار دیگه با ضربه سر کمی توپ رو دور میکنن. نتایج دیگر بازی ها رو میگم خدمت شما. آریو اسلامشهر 1-0 از مثل شهر بابک پیش هست. سایبا 2-1 از مثل سانگون عقب هست. پیکان 1-0 نیروی زمینی رو برده تا اینجای کار. شهر راست شیراز 1-0 از شهرداری نوشهر در زمین خودش عقب هست. فارس جنوبی جم و صنعت نفت مسیح سلیمان و صنعت نفت آبادان و شهرداری آسرا بازیشون 0-0 مساویه تا دقیقه 20. نفت و گاز گشتاران و فجر سپاسی هم بازیشون 0-0 مساوی تا دقیقه 10. این بازی هم که تا اینجای کار دقیقه 64 0-0 مساوی است. یک بار دیگه بازیکن تیم بهزاد کرمانشاه از سمت چپ حال حمله رو تدارک ببینم، موفق نیستن داماشی ها در میانه میدان. اصلا این فرصت سوزی ها خوب نیست و داماش باید در زمین خودش نتیجه لازم رو بگیره و کم و کمش باید 3 امتیاز بازی رو از آن خودش بکنه. خود باید بیشتر به جامعه بازیکن تیم داماش. کنعان طاهر نژاد به میانه میدان، اعلام خطا اعلام شد روی سعید حسینپور. دوباره بازیکن داماش صاحب توپ هستن.
توپ به بیرون میره. در کنار زمین باز هم علی نظر محمدی و کادر فنیش اعتراض میکنن. یه بار دیگه بازیکن تیم داماش از سمت راست موقعیت رو ایجاد میکنن روی دروازه تیم بعثت که برگشت میدن مدافعین. حالا باز هم فرصت هست، یه سانتر دیگه داخل محدوده جریمه، فرصت هست برای داماش و توپی رو خراب کرد محمد سجاد قلیبیکی. موقعیت خوبی بود برای داماش و شوت سرضربی که زد محمد سجاد و توپ به بیرون رفت. یک بار دیگه در میانه میدان توپ رو به راست میبرن. اعلام خطا نمیشه، داور آوانتاژ داد و اینور آفساید بود. اگه داور ببینه بله اعلام آفساید میشه و پرچم کمک هم بالاست. این کمک داور این بازی است. روی زمین افتاده حسین پور، باید به وضعیتش رسیدگی بشه. این هم داماشی ها که میبینید. بریم چهار رو برو. این هم یه داماشی ها که میخواستن یک صحنه ناب رو در ورزشگاه به وجود بیارن که این کار انجام دادن. خطرناک است این کار. خوب شد توی دست بازیکن با دام تماشاگر منفجر نشد. این مواد منفجری که بخواستو داشتن تو همون ورزشگاه تو بالای سکو منفجر شد و به آسمون پرتاب نشد. یک بار دیگه یک خطا و اعلام خطا از سوی داور، کارت زرد که میده به میرهادی میرجوان. میاد عذرخواهی میکنه از بازیکنی که خطا روش انجام شده. یک بار دیگه توپ رو میزنه و در اختیار میگیره دروازه‌بان تیم بعثت کرمانشاه. باز هم در میانه میدان اعلام خطا میشه.
یک بار دیگه داور در سود خودش میدم و اعلام خطا میکنه. آیه زرفشان هم اونجا حضور داره، عکاسای ما هم اونجا هستن. کنعان طاهرنژاد میره تا پرتاب‌های خودش انجام بده، از اون پرتاب‌های دوری که انجام میده کنعان بلند به زمین تیم داماش و برگشت رو بعد دروازه‌بان تیم بعثت. کماکان موقعیت هست برای داماشی ها از سمت راست و سانتی که انجام میشه داخل محوطه جریمه برمیگردونن مدافعین. حالا یک موقعیت خوب ایجاد شده برای تیم داماش که چرخش اعلام خطا. حالا در موقعیت خوب صاحب موقعیت میشن یار شماره 9 از تیم بعثت وارد زمین خواهد شد امین اسدی و به جاش یار شماره 11 هادی میرجوان که یک کارت زرد هم گرفته بود بیرون میاد. هیجان هواداری تیم داماش بیشتر هم شده. ببینید دارن قوقا میکنن تو ورزشگاه این هوادارهای خونگرمی که حضور دارن و دارن تیم خودشون رو تشویق میکنن. دروازه‌بان دیوار دفاعی رو داره میچینه علی محسن زاده و ضربه‌ای که خواهد زد کنعان طاهرنژاد. دورخیز کنعان طاهرنژاد، این هم دیوار دفاعی. کنعان دورخیز کرده میفرسته توپ رو از کنار دروازه، توپ به بیرون میره. کورنر شده و حالا باید ضربه کورنر رو بزنن. مهدی خانی میره تا این کورنر رو بزنه. خود مهدی خانی یه ضربه و باز هم توپ به گل تبدیل نشد. عکاسای عزیزام در کنار زمین دیدیم، عکاس سایت والش اسپورت بود که دل از در تصویر دیدیم قبل از زدن ضربه کورنر. عکاسایی که زحمت میکشن برای تیم داماش و ورزش استان گیلان. باز هم داماشی ها در یک سوم زمین خودشون. یک بار دیگه از سمت راست تو به بیرون رفته. پرتاب رو انجام نمیده تا کارت زرد بگیره. علی نظر محمدی هم در کنار زمین یه لحظه اخراج میشه. بله یار شماره 3 اخراج میشه. آنقدر تعلل کرد که اخراج. علی نظر محمدی رو کنترل میکنه، کمکش تعلل داشت
در پرتاب و کارت زرد دوم رو گرفت. محمد جواد جلالی هم بازیکنی که نیمه اول عرض کردم خدمت شما یک کارت زرد رو گرفت که گفتن از رو خطایی که انجام شده کارت گرفته، اونجا نه برخوردی که داشتن با هم. و حالا پلن بی علی نظر محمدی رو خواهید دید. همیشه میگفت در صحبت‌هاش که پلن بی داره. یک بار دیگه توپ به بیرون میره و پرتاب رو بازیکن داماش انجام خواهند داد. پرتابی که حالا با دورخیز انجام خواهد شد. دوباره بازیکن تیم بعثت صاحب توپ هستن در گوشه زمین. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش حالا میخوان ضد حمله شروع کنه، یه اشتباه و برگشت توپ. بازیکن تیم بعثت رو به عقب، سانتی که انجام میشه با ضربه سر توپ رو برمیگردونن. بازم به چپ بیارن توپ رو، ضربه سر از دروازه‌بان توپ رو دور میکنه. با ایرامی به توپ نرسید، برگشت توپ. حالا تیم 11 نفره داماش باید در مقابل تیم 10 نفره بهترم بازی کنن، اما توپ میدان رو فعلا از دست دادن. به راست بیارن توپ رو. دوباره یه توپی که فرستاده میشه سعید ابراهیم پوره که میاد و توپ رو جمع میکنه. انگیزه زیادی رو داره برای این بازی سعید ابراهیم پور، بازیکنی که زحمات زیادی رو کشیده برای تیم داماش تا اینجای کار. تعویض برای داماش حالا باید انجام بشه. 14 به زمین بازی خواهد رفت، یعنی عرفان قربانی. 77 رضا آذری، بازیکناشو به گوشه فرا میخونه. علی نظرمادی باشون صحبت میکنه. 26 سعید حسین پور از بازی بیرون میاد و همچنین محمد سجاد قلی بیگی، دو بازیکنی که بیرون میان و دو بازیکن وارد زمین خواهند شد. خیلی شلوغه در کنار زمین. هشتادمین دقیقه از این دیدار، 0-0 مساوی. داماش فقط 10 دقیقه وقت داره تا بتونه هوادارشو خوشحال راهی خونه‌هاش بکنه. راوتونی هیئت فوتبال رو دیدیم در کنار بچهای نیروی انتظامی آقای علی وهابی. تشکرم بکنیم از علی وهابی که واقعا زحمت میکشه برای برگزاری یک رقابت فوتبال. مدیر راوتونی هیئت فوتبال هست و بار رسانی کار بر دوش ایشونه.
تعویض حالا برای تیم علی نظر محمدی. عرض کردم خدمت شما 27 رو بیرون میاره حسین ابراهیمی. 8 وارد زمین میشه میلاد سوری. علی نظر محمدی 2 تا تعویض میخواد انجام بده. یار شماره 20 هم میخواد به بازی بره که حالا این کار انجام میشه. رامین آقالو به زمین مسابقه میره، میزن توپ رو داماشی ها و به جای رامین هم مهدی شجاع به بیرون میاد. داماش گل بزن. رشتی‌ها بیقرارن. شعاری که حالا تو ورزشگاه دارن سعی میدن هوادار تیم داماش و باید ببینیم که چقدر گوش میدن به حرف تماشاگرها بازیکن تیم داماش. نتایج بازی همزمان که تا الان تغییری نکرده و ما کلن 6 گل رو تو کل بازی ها داشتیم امشب و باید در ادامه چه رو خواهد داد. یک بار دیگه بازیکن تیم بعثت برمیگردونن در میانه میدان. داماشیا صاحب توپ. بازی از اون تب و تاب افتاده. شهرداری آستارا یه گل رو میزنه، ببخشید گل میخوره تیم نفت آبادان و 1-0 عقب میفته. تیمی که چیزی برای از دست دادن نداشت. توپ رو بازیکن تیم بعثت کرمانشاه خواهند زد. ضربه کورنری که از سمت چپ فرستاده خواهد شد. دقیقه 85 این دیدار هست. داماش 0 بعثت کرمانشاه 0. شهرداری صنعت نفت آبادان.
دوباره در میانه میدان داماشی‌ها صاحب توپن. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش در میانه میدان و توپی که باز هم برگشت پیدا میکنه. یه بار دیگه یه موقعیت و توپی که باز هم به بیرون میره. البته بیرون نرفت و دروازه‌بان اومد در اختیار گرفت. موقعیت‌ها یکی پس از دیگری از بین میره. دقیقه 88 0-0 مساوی. ببینیم این ضربه رو از اینجا زدن و دروازه‌بان در 2 مرحله گرفت. یه بار دیگه در میانه میدان آرام و قرار نداره علی نظر محمدی در کنار زمین صحبت میکنه با بازیکنای تیم خودش. جاشو عوض میکنه با مربی خودش علی نظر محمدی و میگه به مربی که دیگه من نفسم گرفته، تو برو جای من، و رسول میرطرقی رو فرستاد کنار زمین. یه بار دیگه بازیکن تیم داماش و برگشت تو از هیئت فوتبال استان گیلان و همچنین هیئت فوتبال رشت هم باید تشکر کنیم. هیئت رشت آقای رجب زاده و دوستاشون خیلی زحمت میکشن تا این زمین رو درست کنن. آقای الماس خاله و آقای آرمان قول دادن که این پیمانکار جدید که بیاد به چمن به خوبی رسیدگی بشه. آقای رجب زاده رئیس هیئت فوتبال شهرستان رشت دارن تلاش خودشون رو میکنن تا این زمین چمن درست بشه و به اون ایدئال آرمانی که میخوان برگرده و داماشا بتونن راحت توش بازی انجام بدن. چمن رو که نزدیک میبینید هنوز اون مرغوبیت لازم رو نداره. کاشت چمن داره باید انجام بشه. پیمانکار آوردن دوستان و دارن کار میکنن. هماهنگی زیادی هم آقای رجب زاده انجام داد برای برگزاری این بازی. 7 دقیقه وقت تلف شده. فرصت هست برای داماش. ببینید از این توپ چه گل استفاده می‌کنن داماشی ها و توپی که سراسیمه به کرنر میزنن بازیکن تیم بعثت کرمانشاه. مهرداد بایرامی. چه توپی رو گل نکردن داماشی ها. چرا این موقعیت رو گل نمیزنن؟ دیگه نمیدونم مالک باشگاه باید بیاد گل بزنه، مربی خودش باید بره گل بزنه، تماشاگرها برن گل بزنن. چرا نمیتونن گل بزنن داماشیا؟ واقعا حسرت این توپ ها رو بعدن باید بخورن این هوادارا و کادر فنی داماش.
یه بار دیگه موقعیت و توپی که باز هم به کرنر رفته. ضربه کرنر رو تکرار خواهند کرد. حالا از این سمت زمین محمد امینی دورخیز امینی، توپی که حالا زده میشه داخل محوطه جریمه و در اختیار میگیره دروازه‌بان محسن زاده. یه تعویض دیگه در راهه. بالاخره رضا زاهدتبار رو میخواد به بازی بیاره. های درخشان در دقایق پایانی این دیدار. داماش 0 بعثت کرمانشاه 0. 92مین دقیقه از این دیدار. در حال باید ببینیم در این دقایق چه کار خواهند کرد. رضا زاهدتبار به زمین بازی خواهد اومد و موقعیت برای تیم داماش گیلان داشت دوباره ایجاد میشد. حالا از سمت چپ نمیتونن این کار رو انجام بدن. توپ بیرون میره و داور میخواد یه تعویض انجام بشه. میخواد از سرپرست تیم بعثت که کمی عقب‌تر بره. میبینید آیه درخشان رو و علی نظر محمدی که رفت تو جایگاه مربیان قرار گرفت توی نیمکت. پرتاب رو کنعان طاهر نژاد انجام خواهد داد. خود کنعان پرتاب رو انجام میده، کمی عقب‌تر و علی نظر محمدی رو یکی بگیره. خودش با توپ داره میره به سمت دروازه داماش. بازم در میانه میدان توپ رو در اختیار دارن داماشی ها از سمت راست. حیفه که این بازی گل نداشته باشه و داماشی که 2 هفته داره خوب کار میکنه در خانه اما نتیجه لازم رو نمیگیره. ضربه کرنر رو خواهند زد بازیکنان تیم داماش. حمید درخشان رو ببینید، بنده خدا آرام و قرار نداره در کنار نیمکت و واقعا خودش هم مونده که چرا این تیم گل نمیزنه. حالا توپ فرستاده میشه داخل محوطه جریمه و باز هم توپ راهی کرنر میشه. بایرامی خودش توی دروازه رفت اما توپش نرفت. حالا از این سمت محمد امینی، دورخیز امینی توپ رو میفرسته داخل محوطه جریمه. باز هم با برگشت توپ و اعلام خطا میشه. مربی دروازه‌بان تیم بعثت به زمین مسابقه اومده و یه اخطار رو قطعا خواهد گرفت. کارت قرمز خواهد و مستقیم باید اخراج بشه. دروازه‌بان مربی دروازه‌بان‌های تیم بعثت، مربی گیلانی این تیم، کمک علی نظر محمدی است.
به هر حال کماکانم بیرون نمیره این مربی دروازه‌بان‌های تیم بعثت. واقعا خدایی تو لیگ محلات همین چیزی میبینید شما. من این 2-3 سال اخیر تو لیگ محلات رفتم چیزی ندیدم که مثلا مربی تیم حریف بپره تو زمین. حالا آقای پورهادی داره ایشونو بیرون میاره، مثلا درست نیست. حالا چرا این کار رو انجام داده معلوم نیست. آقای سجادی خودش از مربیان خوبه استان گیلان هست، با سرپرست خودشون هم درگیر میشه و آقای سجادی مربی دروازه‌بان‌های تیم داماش با همه درگیره. البته با خود علی نظر محمدی داور میاد و یه کارت زرد به علی نظر محمدی میده و چهره متعجب علی نظر محمدی چرا گرفت. راست میگه، چرا کارت زرد گرفت؟ آدم نباید انصاف رو به هر حال زیر پا بذاره. کمدی داره میشه آخر این دیدار. معلوم نیست که اصلا چرا آقای سجادی افتاد توی زمین. یه بار دیگه حالا داماشی ها از سمت چپ توپ رو میارن، باز هم موقعیت دارن داماشی ها. امینی، سانتر امینی داخل محوطه جریمه و توپی که باز هم به گل تبدیل نشد. دوباره موقعیت برای داماش و اعلام خطا میشه. خطای داماشی ها رو میگیره داور. علی نظر محمدی کماکان با داور چهارم صحبت میکنه که چرا کارت زرد گرفته. حالا سوت پایان بازی اینجا به صدا در میاد. تساوی 0-0 دو تیم داماش گیلان و بعثت کرمانشاه. امیدوارم که از دیدن این مسابقه لذت برده باشید. شما رو به خدای بزرگ و منان میسپارم تا دیدار بعد. خدا یار و نگهدار شما. این هم علی نظر محمدی که میره رو رختکن.